چنان یک آله را ساخته است که در یک وقت 7 کار مختلف را انجام می دهد. مخترع این آله 24 سال عمر دارد و در بخش برق آموزش دیده است. این که در این آله کدام چیزها است مخترع آن می گوید. ویژگی خاصی که داره ای است که میتونه دوست دشمن را بشناسه توسط لیزر. بعد از او از 5 متری که نفر که شناخت بعد از او اسکن میکنه. اگر داخلش مواد منفجریه بود او را موادش خنثی میکنه، اگر نبود کار نداره کدش. طراحی شده که با زنجیرها این آله از آفتاب چارج میگیرد و از حدود 1000 کیلومتر فاصله کنترل شده میتواند. بعد از من نمودنش بازی سیگنال میته برش. این مرکز سیگنال میته، این مرکز سیگنال توسط ازی باز دیگه سیستمایی که اینجا جاسازی میشه و ماینه به شکل برمه میکنه، موساد میکشیشه مکمل لیجه میاره جای میکنه. جای مخصوص بله، جای مخصوص داره. وی همچنان میگوید در این آله یک تفنگ نصب شده که قابلیت ذخیره 33,000 مرمی را دارد که مرمی آن انسان را از بین نمیبرد اما انسان را برای 2 ساعت بیهوش میکند. اول بسیار تخته بسیار خورد. زمانی که من جور کردم کمک جور شد، واقعا بسیار زیاد تشویق شدم از طرف پدرجان و مادرجانم و از طرف دوستایم. وقتی که همچون چیز به دوستایم تعریف کردم که این طور ویژگی ها داره و این طور فناوری ها داره و بسیار مورد تشویق قرار گرفتم. حتی دوستایم آنقدر تشویق کردن که من تونستم میره تا این حد برسانم. مسیح الله میگوید اگر حکومت برای زمینی بیشتر را مساعد کند و مصارف بپردازد وی قادر است که چیزهای بیشتر را اختراع کند. اخذ چارج از آفتاب، شناسایی ماین کنار جاده، در وقت ضرورت بالا شدن وسیله در زینه، کنترل از راه دور، در وقت ضرورت استفاده من حیث پل، قابلیت 3 موشک، شناسایی دوست و دشمن از خصوصیات این آله می باشد.